دوستان و من توی این 100 روز سری هاردکور قراره که پدرم در بیاد و یه خورده چیت و اینا گرفتم و حالا اگه ویدیو رو ندیدید برید ببینید حتما و باید اول انتشار بگیرید. خب بچه ها بگیر. خب حاج بچه صداشو باید من آروم کلیک کنم صداش باز میاد. حاج خدایی صداش شومخه. آروم شد. برو بچه توی هاردکور ما الان چیزایی که نیاز داریم تقریبا میشه گفت کمبود غذا داریم و حاجی من اینا رو نکشم به خدا من اینا رو نکشم گند بزنم مثلا. خب چیزایی که ما نیاز داریم الان توی این هاردکور تقریبا میشه گفت یه خورده فرق داره با چیزایی که شما میبینید و آره خلاصه حتی من مشکل غذا دارم تو رو خدا. حاجی من یه سر برم حاجی تو کامنت ها بنویسید یعنی هاردکور پلی بدم یا سویرایول یک شو بگید دیگه خدایی اینجا نمیشه یادش یه جوری رفتار میکنم انگار تازه دارم پلی میدم. واو ادوانسمنت واتر ای بریدم تو این نمیخوام هی هر بچه خدای زشته نکنید این کار رو با من نکنید واقعا این کار رو با من نکنید. پدرم در اومد هی توی کامنت ها میگید هاردکور میدونم دیگه اگه هم نظر سنجی بذارم هاردکور باشه میخواید بگید هاردکور و ما توی این 5 روز با چیت و اینا تونستیم اینا رو بگیریم و فعلا خوبه آره خوبه نه خوبه. میخوام ببینم وضعیت چیه و بعد دوستان صدای واقعی من این نیست خواهشن نگید این اگه بخوام صدای واقعی ما نکنم صدام تو میکروفون اینطوری میاد ولی چیز که نمیاد. حاجی وایسا ببینم آقا وایسا نه تو وایسا الان میخوای بگی این داری حاجی چه جوری کردی از اون کیت گرفتی ها با کمکی از حاجی یه دسته این حاجی اینا بارم وایسا پدرم در اومد تا برسم به این وایسا ببینم الان میتونم چیت بزنم گفته آخه نمیشد ولی واسه بدراک چرا اینطوریه بدیه دیگه خدا وکیلی دوستان اجازه میدارید من حداقل خب دیگه من حرفی ندارم اما بشینید از ویدیو لذت ببرید که پدر ما در اومد. شما این ویدیو رو چقدر میبینید 10 درگه 20 درگه 30 درگه حالا ما چقدر این داری انجام میدیم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت خدا وکیلی پس پدرم در میاد تو رو خدا پس اشتراک گرفته بودم و تو رو خدا ساب کن خدایی به خدا این داری اشتراکاش خیلی سنگینه بچه طرف بوده بود منفیم طرف بوده آره میشه گوشی چقدر بده خدایی بده نه خدا وکیلی بده و خدا وکیلی بده مختصاتش هم یادم رفته خدایا نه نیم قلبم رفت اینا هم که رفته میشه رو دیدیم
بکار گناه دارم، گناه هم ندارن ها، دلم نمیاد اینا یعنی جیرشون میدم که بدتر برو خدا. یه چیزی هم میخواستم بگم. What the hell What the hell آی که رفت موجانگ من ریدم تو این موجانگ دهنتو سرویس دیگه من دهنشو سرویس روانی میکنه آدمو. خب نمیدونی چیکار میکنه که نعلت به این شانس نعلت به این شانس ریدم به این شانس یعنی شانس ندارم ها. بچه ها اگه میخواید همچین من از ماینکرافت کلن به خاطر چیت ماینکرافت بند شدم. بچه ها تو رو خدا پارم کردید، تو رو خدا. بیا اینم موجای کی بدتر از من ماینکرافت پلی میده. و اگه همچین اسکینایی میخواید حتما بهم بگید. فقط کافیه که تو کامنت ها بهم بگید و منم بذارم. خب همینطور که میبینید موجانگ رو نتونستیم سرمینستش کنیم و تا یه ویدیوی دیگه خدا یارو نگهدار.